سیمیچکه را خوردن درست است یا نه؟ بعضی کلانسالان میگویند که خوردنش جایز نیست زیرا که نمک دارد. شما چی میگویید؟ اکنون نمک داشتن دلیل نادرست بودن این حلال کرده های خدا نداره. برادر عزیز، هیچ کس حق ندارد که چیزی را خدا رخصت داده است به خوردنش وای گوید که این نادرست است، این در صد نامعقولم کرده است و توبه به سوی خدا کند. حق حرام کردن و حق منع کردن فقط و فقط پروردگار دارد. چیزی را که خدای مهربان برای ما حلال گردانید وای حلال است، چیزی را خدای مهربان حرام گفت برای ما و شما حرام است. برای من هم شنیدم، چند بارها می شنیدم که سیمیچکه را نخرید که اوبال است، ولی هیچ اوبالی نداره. فقط شاید بزرگای ما یک چیز به اعتبار گرفتن که در راه خوردنش اجازت نیست، خود از روی مدنیت نیست. وقتی آدم سیمیچکه خورده در راه می رود، یا مردم ما و شما تا اندازه بعضی همون افلاس چیرکیم که در یک جا نشستیم همونجا را گوییم وقتی از همونجا می خیزیم خواه از آب دهنت، خواه از سیمیچکه، خواه از پیسته خوردگی، همون موضع را دیگر نگاه کردن نمی شود. اینقدر افلاس های بعضی ها. ولی بینین سه چهار بچه سر به سر شینن، در پیششون پیسته باشد همونجا میخورن. خواه قدر راه باشد، خواه جای باشد که با یک آدم دیگر در اونجا امنیتی نشستن داره، ولی وقتی میرود ببیند یک جای افلاس نشست که نمیتونه. برای این کوشش که مردم ما گرمانیا را تعریف میکنند، مردم ما ترکیه را تعریف میکنند. من خودم از امریکا هم امریکا را تعریف کردم که در قد راهش یک کاغذ نیست، یک کاغذ در قد راه نمیپرتاید، حالا که اونا میلیون کیلومتر از قرآن و از محمد دورند. ان الله نظیف یحب النظافه. حالا که پیامبرمون میگه به خداوند پاک است، تازه است، پاک تازه را دوست می‌دارد. آخه تازگی همش از ما است، این گوهر ای ما بود، این عزت از ماست. بهترین که بود اونها گرفتنش. ولی الحمدلله امروز مسلمانای ما هم تازهش بسیار است، ولی در برابرش جوانای عزیز سخن مرا شنوین، با به دیگرها رفته گوین شما هم که در همین قدای رهنی نگاه کنین، سه چهار بچه شیند در پیشش نشستگی اونقدر گویم که آبی دهنش هم توف میکند همون زمین پلید میکند. در پیشش در جایی که می نشیند همونجا توف میکند، همون توفی کچه نگاه کرده با لذت بردن میگیرد. با یک نفر همونجا آمد نشست، از همونجا علک چی است ناراحت میشود، میگه که خدا زده کی بود اینجا توف کرده است. اونا میگه خدا رحمتت کند، میگه این کدام خدا زده کدام بی تمیزی بوده است. ببین آدم به سر خودش الکی دعای بد میخرد از کردار این ناجایز و ناخوبی خودش. برای این پیسته میخری، سیمیچکه میخری دادن در یک کنارک، حتی در بازارها خوردن منع. هزارها آدم رفته آمد دارد. دادرای ما برادرای ما را میبینی خورده ایستند در قد راه مردم. یک جا پناهک را خورد، بازار در خوردن من نیست، فقط پناه ترک خورد. بعد اون برادرایی که شما هم همونجا پخت و پز و گویم که هر چی میپزین همون هم یک طرز کنین که همین بنده های خدا نمایان نباشن خوردنده. یک آدم رهدوری است، یک آدم گرسنه است، یک آدم تشنه است، باید که خورد و نوشد، ولی جای خودش باز نگه کند. برای همین سیمیچکه خوردن گناه نیست مگر طرزی درست داشت. جایکای خوب دروین، یک جای کناره دروین، یک جای پناه دروین، یا در کجایی که خوردن. حال بعضی ماشین ها را ببینین، مثال هم بچه ها میگن از تاکسی هایی که از راه های دور میارن، همون پساد خوردگی همون زمین ها پوری ناس و کدامش سیگارت میکشد و کدامش ناس توف میکند و کدامش مثال سیمیچکه میخورد. همون ماشین هم در یک حالتی گویم ناخوب قرار میتید. این هم اذیت افلاسی همون آدم است، همون خودش به تمیز است، همون خاندانش به تمیز که است، انا همون خیل میکند. وای همون در یک سلفنک بگیر، در یک کاغذ بگیر. نخواهم یارم ما تاکید کنیم، شما کودک نیستین.